بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على خير الخلق صلى الله عليه وسلم. امروز برادران خواهران گرامی و شنوندگان محترم در جایی که هستید، امروز درباره تعریف ایمان در لغت و در اصطلاح و فرق بین ایمان و اسلام و سخن را آغاز میکنیم با معنای ایمان در لغت. ایمان در لغت چیست؟ ایمان در لغت چطوری که میگویند مصدر آمن یؤمن ایمانا و هو مؤمن. ایمان میگه در لغت چیست؟ ایمان مصدر است، مصدر کلمه آمنه، مصدر کلمه آمنه ایمان آورد، یؤمن ایمان میبیارد، ایمانا یک ایمانه، و هو مؤمن و مؤمن است. و اصل آمن بحمزتين لینت الثانیه. میگه اصل کلمه آمن دو حمزه دارد، اصل کلمه آمن دو حمزه دارد و یک حمزه در یک حمزه دیگر یک جای که همراه شدن شده است کلمه آمنه. در کتاب صحاح لجوهری و هو من الامن ضد الخوف. و وای چیست؟ این سخنه را جوهری، امام جوهری در کتاب صحاح و در قاموس محیط للفیروز آبادی میگوید که و هو من الامن ضد الخوف، از امن و آسایشتگی. ضد امن و آسایشتگی چی است؟ بیم و ترس. از کلمه امن از کلمه امن گرفته شده زبان عربی لغتا. و قال الراغب اصل الامن طمأنینة النفس و زوال الخوف. امام راغب در کتاب مفردات میگوید که صفحه 35 میگوید که اصل الامن، اصل امن چیست؟ معنای اصل امن طمأنینة النفس، آرامی نفس، یعنی نفس آرام و آسایشته که میشود امن. و زوال الخوف، نیست شدنی ربردنی خوف، بیم و ترس. بیم که نیست شد انسان در امین است. برادر جانا و خواهران گرامی، خاصین درباره مسئله ایمان خیلی دشوار است فهمیش آن، ولی ما کوشش میکنیم که آسان کنیم و شما کوشش کنید که نفهمید. اگر نافهمایی شود باز سوال دهید انشاءالله. چطوری که شیخ الاسلام ابن تیمیه میفرماید، میگوید که فإن اشتقاقه من الامن الذي هو القرار والطمأنینه. اشتقاق کردن همین کلمه ایمان از کلمه امن، ایمان از کلمه امن اشتقاق، یعنی که برآوردن کلمه از کلمه امن ایمان را که معنای آن چی است؟ قرار و طمأنینه. قرار یمون مثال آدم قرار است، یعنی که طمأنینه آرام است، قرار است. از کلمه طمأنینه قرار، آرام، آسایشته. و ذلك انما يحصل اذا استقر في القلب التصديق والانقياد. در اون حالتی که هر آیه میگه در اون حالتی که حاصل میشود، در اون حالتی که تصدیق، باوری در قلب جای میگیرد. میگه که اذا استقر في القلب التصديق والانقياد، هنگامی که باوری در دل، باوری و انقیاد این چی است؟ یک راه است، راهی راست است.
ما همون راه را راست می رویم، انقیاد، همون راه روان می شویم، طرفی چپ و راست میل نمی کنیم. اینا میگن انقیاد. یعنی که مثلا ما در راه خداوند راسته که خداوند گفت راه می رویم، راست می رویم، نه طرفی دست چپ میل میکنیم نه دست راست میل میکنیم، راست در همون راه راست هدایت راست میرویم. این میشه انقیاد لله، انقیاد در راه راست رفتن، روانه شدن، نه به طرفی چپ چی میل کردن. این میشه انقیاد. این میگه که در یعنی که حاصل میشود در اون حالتی که باوری و انقیاد در دل جایگیر شود، مستقر شود. یعنی همین معنای امن دارد، معنای امن دارد. امن چی؟ یعنی که باوری و انقیاد در دل جایگیر شود. وقد عرف الإيمان بعدة تعریفات. خلاصه ایمان میگه به چند نمودها تعریف کردند، معرفی کردند ایمان را. فقیل هو التصدیق، گفتند که باید تصدیق است، باوری هست، مجرد باوری است. وقیل هو الثقه، ثقه هم به معنای باوری، لیکن تصدیق ای ثقه فرق دارد. مثلا میگوی ثقه، من در این شخص باوری دارم. التصدیق معنای باوری کردن را دارد. یک کس اگه سخن گفت تو را باور میکنی، میگوی بله درست گفتی. تصدیق درستگویی، باوری. و ثقه هم باوری نه که از باوری فرق دارد، از تصدیق فرق دارد. وقیل هو الطمأنینه، گفته میشد که باید طمأنینه است، آرامش، آرامش دل. یک سخنه که میشنوی دلی تو آرام میشود، آرامش دل. وقیل هو الاقرار، گفته شده است که وای چی است؟ اقرار است، یک چیز اقرار میکنی، بله همین گونه هست، اقرار میکنی. مثلا میگه که خداوند یک و یگانه است، بله من اقرار میکنم که خدا یک و یگانه است، بله من اقرار میکنم که خداوند وجود دارد، خداوند هست. خاصه این میشد اقرار. یعنی گفتیم که تصدیق، با گفتن که ثقه باوری، با گفتن که طمأنینه، با گفتن که اقرار. وله في اللغة العربي استعمالات، و در زبان عربی کلمه ایمان به چند چیز چی میکند استفاده برده می شود. ام کلمه ایمان یکم میگوید تارة يتعدى بنفسه فيكون معناها التأمين، أي إعطاء الأمان، وآمنته ضد أخفته. میگوید که یکم تارة يتعدى بنفسه، یعنی که کلمه ایمان میگه یعنی که با یک جمله دیگه، یعنی که با یک کلمه دیگه نمیگذارد، با نفس خود. مثلا میگویی که فیکون التأمین ای اعطاء الامان، یک کسا تو یعنی که با او را چی آرامش، با او را چی امین گذاری میکنی. مثلا میگویی که مثلا میگوید که و آمنته، یعنی او را چی آمنته، یعنی من او را آمنته، او را امین دادم. ای زدی چی؟ زدی اخفته، زدی بیم دادم و ترس دادم. آمنته یعنی که من او را چی همچون آرام امین قبول کردم. زدی چی؟ زدی ترساندن، زدی بیم. چطوری که در کتاب میگوید، کتاب عزیز سوره قریش آیت 4 میگوید که الذي اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف. گفتیم سوره چی؟ قریش یعنی لإلاف قریش. میگوید که الذي اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف. همین کلمه آمنهم به یگان حرف زیاتی، یعنی مجرد خود آمنهم که اومده است، به یگان حرف مثلا به از پیش که از قفا آمدگی نیست، تنها خودش آمده است. میگوید که و آمنهم من خوف، الذي اطعمهم، همانی که ایشان را از پس از چی گرسنگی خوراک داد. و آمنهم من خوف، و همانی که چی پس از ترس و نگرانی او را امین داشت. الذي اطعمهم من جوع، آن را که پس از گرسنگی خوراند، و پس از ترس و نگرانی او را امین داشت. امین داشتن
به معنای چی دارد؟ امین داشتن در اینجا دارد. سوره قریش گفتیم. باز سوره تین سیم آیت میگه که و هذا البلد الامین، کلمه امین، کلمه که همین میگه که الله تعالی میگه که سوره تین که همین شهرکی چی؟ امین امین داشته، آرام و آسایشته. مکه و مدینه رو میگوید، مکه رو میگوید. معنای بلد الامین، شهرک امین، مکه. و در سوره دخان میگوید که ان المتقین فی مقام امین. هر آینه میگوید پرهیزکاران، متقیان، بیمداران از خدا در مقام امین هستند، در جایگاه امین، در جایگاه امین داشته، آسایشته، یعنی که از خوف امین، در امینند، از خوف در امینند، در آرام و آسایشتن از خوف، نمی ترسند. باز گفتیم که دویم تارتن میگه یتعدى بالباء او کلام یکون معناه تصدیق. میگه که گاهی میشود که کلمه ایمان پیش از آن حرف ب میشود، پیش از کلمه امین کلمه ایمان ب میشود، ب می آید پیش از این. معنای چی را دارد؟ معنای تصدیق، معنای تصدیق را دارد، معنای باور کردن، باور کردن. چطوری در سوره یوسف آیت 17 میفرماید، میگه و ما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین. میگه که وقتی که یوسف علیه السلام وقتی که گویا که همون خونی چی را گویا که کشتند و خونی چی را میبارند که خونی گوسفند میبارند در لباساش، بای برادران یوسف بای پدرش میگویند که و ما انت بمؤمن لنا، یعنی تو گفته میگوید که و هر چند هم تو ما را باور نمی کنی، هر چند رازگو هم باشیم. و ما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین، و ما را باور نمی کنی یا که نداری، به ما باور نداری، هر چند ما رازگو هم باشیم. در اینجا به معنای مؤمن، به معنای وقتی که به حرف ب که از پیش بمؤمن آمد، حرف ب معنای چیه؟ معنای انت بمصدقین، باوری نداری به ما، هر چند راستم گوییم. باز در اینجا میگوید که و قول عز وجل در سوره توبه استکماید یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین. معنای یؤمن بالله ای خدا را باور میکند، به خدا باور میکند و به مؤمنان باور میکند. کلمه باور کردن در اینجا میاد. و قال ثعلب یصدق الله و یصدق للمؤمنین، یعنی باور میکند خداوند و باور میکند مؤمنا را. و در سوره بقره 38 میگه قولوا آمنا بالله، بگویید که ما به خدا ایمان آوردیم، ای باور کردیم به خدا. و در سوره بقره میگه 75 بعد که افتطمعون ان يؤمنوا لكم ويفهم من كلام السابق ان التصديق كما يكون بالقلب واللسان يكون بالجوارح ايضا. در همین جا میگوید که باوری کردن، یعنی باوری خودی، باوری خودش میشود با دل و میشود با زبان. باوری کردن میشود با دل، با زبان و همچنان با اعضای بدن. با اعضای بدن هم باوری کردن میشود. چه خیل در حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگوید که حدیث درازی که درباره زنا میگوید که ابو هریره روایت، امام بخاری مسلم ابو هریره روایت کرده است که والفرج يصدق ذلك او يكذب. وقتی میگوید که العين تزني زناها النظر، چشم زنا میکنه. زنا چشم چی است؟ نگاه کردن، خاصه پا رفتن. خاصه میگه در آخر، میگه در آخری حدیث میگه که والفرج همون آلت مردی یا که زنی، میگه والفرج يصدق، فرج اینا تصدیق میکند، یعنی عملی میکند. فرج اینا عملی میکند، همون آلت مردی یا زنی عملی میکند، یا که دروغ میحسابدش. یعنی که اگر که چشم نگاه کرد، چشم زنا میکند، نگاه کردن، نظر کردن. دست زنا میکند،
زنا کردنش چی؟ دسترسی. پا زنا میکند رفتن، خلاصه لباس زنا خود بوسه کردن، خلاصه همه اینا چی تصدیق میکند، چی عملی میکند؟ همون حالت مردی ها که زنیش. اگر خواب رفت قطعا آدم، اگر خواب که رفت در این حالت تصدیق میشود. گفتیم والفرج يصدق ذلك او يكذبه. زینای چشمه، زینای دسته، زینای پاره، همه زیناهای اینا عضوی تناسلی، شرمگاه مرد یا که زن تصدیق عملی میکند یا که نمیکند عملی. خلاص اینجا باوری کردن، حتی میگه والفرج يصدق، باور میکند یعنی عملی میکند. یعنی تصدیق اینجا چی شد؟ باوری هم در اینجا باوری کردن. تصدیق به معنای چی آمد؟ به معنای چی؟ تصدیق به معنای چخیلی که با زبان با دل می شود تصدیق کردن، با زبان می شود تصدیق کردن، همچون دیگر با اعضای بدن. چخیلی در این چی گفتیم؟ در این حدیث گفتیم که همون شرمگاه این را تصدیق می کند یا که تکذیب می کند. خلاصه شیخ الاسلام در باره میگوید که رحمه الله تعالی راه آخر فی معنی الایمان لغوی، یک فکری دیگر دارد، یک معنای دیگر میتید و هو من آراء سدیده. این از یک فکرهای درستی او است که میگوید حيث اختار معنى الاقرار للایمان. شیخ الاسلام ابن تیمیه اقرار من معنای ایمان تصدیق نیو، معنای ایمان افتاد که معنای ایمان در لغت اقرار است، اقرار کردن. لانه رأى ان لفظة الاقر اصدق. برای چی؟ برای که وای دیده است که کلمه لفظی اقر، اقرار کردن، این درستتر است از دیگر لفظها. برای بگویم که اگر تصدیق بگوییم، باوری کردن بگوییم، باوری به چی؟ باوری و ایمان فرقیت دارد. باوری از ایمان فرقیت دارد. برای همین گفت که چی؟ اقرار کردن است. ایمان آوردن این اقرار کردن است در لغت، اقرار کردن. معنى الإيمان الشرعي من غيرها لأمور وأسباب ذكرها ثم ناقشها بالمعقول ورد تحقيق. بس میگوید که أن الإيمان مرادف للتصديق. معنى الإيمان شرع من غيرها لأمور وأسباب ذكرها ثم ناقشها بالمعقول ورد بتحقيق علمي. قول من ادعى أن الإيمان مرادف للتصديق وذكر فروقا بينهما تمنع دعوى الترادف. کسی ادعا میکند که ایمان مرادف تصدیق است، ایمان تصدیق است، و بسیار علما گفتن که تصدیق است، گفتن که چی؟ و ذکر فروقا، خیلی فرقهای بین ایمان و تصدیق را چی کرده است؟ آورده است که اصلا تصدیق، مجرد تصدیق معنای ایمان را نمیدهد. مجرد تصدیق، باوری، کلمه تصدیق ایمان را نمیدهد. اشتوري كي رحمه الله فكان تفسيره أن الإيمان بلفظ الإقرار. شخصك إيمان چی است؟ اقرار است. این نزدیکترین تفسیر است برای لفظ تصدیق. از تصدیق نزدیکتر است به ایمان، مع أن بينهما فروق. وقال أيضا معلوم أن الإيمان هو الإقرار. گفت که ایمان این چی است؟ در زبان عربی در لغت این اقرار است، نه مجرد تصدیق، نه تنها تصدیق است، تصدیق کردن و خلاص، نه. والاقرار ضمن قول القلب الذي هو التصديق. اقرار چه در بر میگیرد؟ اقرار قول قلب، سخن قلب، قول قلب در بر میگیرد، قول دل در بر میگیرد، الذي هو تصدیق. یعنی تصدیق تو با دل تصدیق میکنی، باوری میکنی با دل. و عمل القلب الذي هو انقياد. اقرار هم عملی قلب را هم در بر میگیرد. عملی قلب را هم در بر میگیرد که عملی قلب چیست؟ انقیاد. گفتیم انقیاد کردن، گفتیم چی؟ در راه راست رفتن، انقیاد،
میل به چپ و به باطل نکردن. و چطور که میگه رحمه الله فی رده علی من ادعى الترادف بین الایمان و التصدیق، یکی از همون عالمایی که گفتن که ایمان تصدیق است، خلاصه در شیخ گفته است که انه ای الایمان لیس مرادفا للتصدیق فی المعنى، ایمان مرادف یعنی هم معنا، ایمان مرادف یعنی هم معنا با تصدیق نیست. ایمان هم معنا با تصدیق نیست. تصدیق از ایمان فرق دارد. فإن كل مخبر عن مشاهده، تصدیق چیست؟ هر یک انسانی که خبر میدهد از چی؟ مثلا باور، مثلا میگه که باور کردن، تصدیق کردن، این چی را معنا دارد؟ معنایی که کسی که تو را خبر میدهد خبری که او دیده است چیزی را، از چیزی که غیب نیست. فإن كل مخبر عن مشاهدة أو غيب يقال له في اللغة صدقت. میگوید که هر یک چیزی که، هر یک مخبری که، هر یک خبرنگاری که به تو خبر میدهد از آن چیزی که دیده است و از آن چیزی که دیده است و از آن چیزی که ندیده است، غیب است، به تو خبر میدهد، اینو میگن در زبان عربی تو میگی که صدقت. مثلا تو میگه که آفتاب دیدم، تو میگی که صدقت، راست گفتی. میگه از یک چیز غیب به تو میارد، مثلا از یک چیز غیب به تو میارد. مثلا میگه که ما به خدا ایمان داریم، تو میگی که صدقت. یا که میگه ملائکه هست، خداوند هست، تو میگی راست گفتی. یعنی هم در بر میگیرد، هم چیزی که آنچه عیان است و هم چیزی که غایب است، ناعیان است. فمن قال السماء فوقنا مثلا، میگوید که آسمان در بالای ماست، گفته میشود که بله تو راست گفتی. اما لفظ الایمان، اما لفظ ایمان فلا يستعمل الا في الخبر الغائب عن غائب. لفظ الایمان، ایمان استفاده و استعمال کردن میشود مگر آن خبری که از غیب باشد، یعنی غیبیات باشد. مثلا خیلی که ما مثلا به خدا ایمان داریم، نمیگه مثلا تو میگویی که یک کس میگه که در آسمان در بالای ماست، تو میگی که ایمان آوردم. نه، میگویی که راست گفتی، باور کردم. راست گفتن، باور کردن، تصدیق کردن. ولی تو نمیگویی که من ایمان آوردم به این گپی، تو میگویی که راست گفتی، باور کردم، ولی نمیگویی که من ایمان آوردم. برای همین کلمه ایمان فقط تعلق به چه دارد؟ به خبری که از غیب گفته می شود. مثل که ملائکه ها غیب هستند، ما ایمان داریم ملائکه. رسول غیب است از ما چی؟ ما با او ایمان داریم. ملائکه ها، جن، خداوند از ما غیب است، ما با او ایمان داریم. برای همین در همین جا گفتیم که تصدیق خبری آورده می شود که او خبر از آن چیزی که عیان است و از آن چیزی که عیان نیست، غایب است. ولی لفظ ایمان استفاده برده نمی شود فقط در چی؟ در آن خبری که از غیب است، از غیب گفته می شود. فلم يوجد في الكلام أن من أخبر عن مشاهده قول طلعت الشمس وغربت أن يقال له آمنا. ما نمیگیم که آفتاب برآمد تو میگی که ما ایمان آوردیم به آفتاب برایی. نه، انا یقال آمنا. یا که آفتاب شیشت، ما نمیگیم که ما ایمان آوردیم به آفتاب شینی. نه، ما میگیم که با باور کردیم آفتاب شیشت، تصدیق کردیم که آفتاب شیشت، و نمیگیم که ما ایمان آوردیم. انا این یک فرقی از آنها است. و برای همین میگوییم که ایمان به اقرار نزدیکتر است. معنای ایمان در زبان عربی به اقرار کردن نزدیکتر است. پس میگوییم که ایمان اقرار، ولا اقرار الا بالتصدیق. ایمان اقرار است، ولی اقرار کردن وجود ندارد مگر به چی؟ به باوری کردن. باور میکنی و اقرار میکنی. انسان باور میکند و بعد اقرار میکند. فنقول اقر به كما تقول آمن به. چخواهی که میگوی که اقر به، یعنی که
اقرار کرد به همون چیز. کلمه حرف ب اینجا میاد. خیلی که آمن به، مثلا میگم آمن به ای ایمان آورد به الله، ایمان آورد به ملائکه ها. اقرار کرد به چی؟ به ملائکه ها. لیکن در کلمه تصدیق باور کردم خدا را. در زمان علم میشد که صدقه، حرف ب اینجا نمی بیاد. کما تقول آمن له، آمن ایمان آورد به او، یا که ایمان آورد برای او. خلاصه فرقیت همینجا، همین فرقیت دارد که کلمه ایمان این اقرار هست. اقرار مگر چی؟ اقرار مگر همراهی با چی؟ با تصدیق است. نه تنها مجرد تصدیق است. تصدیق مجرد معنای ایمان را نمیدهد. برای همین میشود اقرار با تصدیق، همراهی تصدیق، این معنای چی را میدهد؟ معنای ایمان آوردن را میدهد. پس میگوید که در آخر همون معنایی که معنای مختار اختیار کرده شده برای ایمان در زبان عربی، یعنی که همون تعریفاتی که یکی از تعریفاتی که برگزیده هست در زبان عربی این چی است؟ میگوید که اقرار القلبی، یعنی ایمان چه بوده است؟ اقرار القلبی در زبان عربی، اقرار القلبی و یکون، یعنی اقرار با دل، یعنی که اقرار کردن با دل. و یکون الاقرار باعتقاد القلب، و اقرار چه می شود؟ اقرار با اعتقادی، یعنی اعتقاد کردن با دل. ای اعتقاد کردن با دل چی معنا دارد؟ ای تصدیقه بالاخبار، باور کردن چی؟ باور کردن همون سخن را با اخبار، با اون که خبر میبرد. عمل القلب ای اذعانه و انقیاد الاوامر، کار دل چیست؟ ای گوش انداختن و انقیاد کردن به آن چه که امر میکند الله عز و جل. مجد لفظ الإيمان عند الإطلاق على قسمين. لفظ الإيمان در وقتی که ما ایمان را میگوییم به دو قسم می شود. در وقتی لفظی که در قرآن یا سنت ذکر می شود به دو قسم می شود. میگوید که ایمان مجردا غیر مقرون، تنها کلمه ایمان می بیاد، تنها کلمه ایمان، یعنی که با یگان حرفی یا که با یگان کلمه دیگر همراه یک جای نیست، تنها ایمان که آمد. چی معنا دارد؟ با میاد دیم قسمش که ایمان مقرونن بغیره، ایمانی که یک جایه یا که همراهی یکی از چی؟ یکی از حرف‌ها، یکی از کلمه ها می آید. بعد اون چی معنا میتید؟ معناش تغییر مییابد. خلاصه ایمانی که مجرد، یعنی تنها به همراهی یگان حرف میباید، تنها میباید، چی معنا دارد؟ میگوید مقصود بالتجرید عدم مزاحمت معناه او جزء معناه. مقصود بالتجرید یعنی که وقتی که ایمان تنها که میباید به یگان چی؟ به یگان چی رابطه ندارد، به یگان کلمه دیگر رابطه ندارد. در این معنا مثلا چی میشود؟ فیذکر الایمان مجردا غیر مقترن بالاسلام، یعنی وقتی که معنای ایمان ذکر می شود در قرآن سنت که مقترن غیر مقترن، یعنی که یک جایی که همراهی با کلمه اسلام نیست، با کلمه علم نیست، با کلمه عملی صالح نیست، تنها جدا است ایمان. در اینجا معنای ایمان وقتی که تنها ذکر که می شود، معنای ایمان در قرآن سنت تنها ذکر که می شود، این معنای چه دارد؟ معنای دینی کلی من الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه. وقتی که تنها ذکر که می شود ایمان، کلمه ایمان در قرآن و سنت، این معنای چه دارد؟ معنای پرگی همه دین را در بر میگیرد. معنای ایمان همه دین را در بر میگیرد. خاصه از چی دین؟ از چی؟ از اقوال، از سخنها، از اعمال ظاهره، عملهای ظاهره و عملهای باطنه در بر میگیرد. قول و العمل و قولی و چی؟ و قولی قلب را، قولی سخن دل را و سخن زبان را و عملی دل را و عملی چی؟ و عملی اعضای بدن را در بر میگیرد. یعنی هم ایمان که وقتی که تنها ذکر شد همه دین در بر میگیرد، هم چرا؟ هم عملی قلب، هم قولی قلب، هم عملی قلب، هم سخن زبان، هم چی؟
هم سخنی زبان، هم سخن را با زبان گفتن و هم عملی قلب و عملی دل و عملی چی؟ عملی اعضای بدن را در بر میگیرد. چه در سوره ابن کثیر میگوید در تفسیر سوره بقره 3 آیت الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون.